أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دختر در پوانتون پیش ما آمد. من گفت استاد یک سوال دارم. اصلا بیرون برآمدیم، در بیرون محصلین کل استاد هستن. ما گفتم مالی چی است؟ گفتم بگو دختر جان سوال دارم. گفت استاد سوال من بسیار طویل است. من گفتم نه خواهم اینجا دمی راه بگو، به خاطر از اینکه من در جای کن امروزی تناشش نمیتونم دیگه. خیر است اینجا استاد هستم، بگو سوال. استاد چه دیمک؟ این دخترک گفت که ما یک مشکل داریم، فامیل ما مرا گفته که همین سوال برو از استاد بکن. مادرم گفته، پدرم گفته. گفتیم خوب است. چی مشکل دارین؟ گفت یک بچه خالیم است، این زندگی میکنه در لندن، درس میخوان در لندن. گفت اموجه زندگی هم میکنن، فامیلشان هم است و اموجه رفته بودم لندن. گفت این در وادی درس خواندن که کدام دختر لندنی در پانتون آشنا شدن. بعد از آشنایی گفت دختر و این پسر میخواستن ازدواج بکنن. بازی بچه برش گفته که والله ما که تو ازدواج کردن نمیتونم، به خاطر ازی که ما یک مشکل دارم. گفتم مشکل چیه؟ اگه فامیل ما بفهمه که تو یک دختر بیدین هستی یا نصرانی هستی یا کریستیان هستی یا لایک هستی یا مثلا چی هستی، در فامیل بر من مشکل پیدا میشه، من نمیتونم که امرای تو ازدواج کنم. و دختر گفته دین شما چی هسته؟ این بچه برش دین تشریح کرده که اسلام این تو کلمه خوانده میشه، این تو حجاب باید بپوشی، اما چیزایی که سر یک دختر مسلمان است امور برش تشریح کرده. این برش گفته گپ بسیار خوب است، گپ بسیار خوب است. ما از این برهنگی و سرلوچی و یا خسته شدیم، ما از این بیدینی و بد اخلاقی خسته شدیم. چقدر خوب است ما تو ازدواج کنیم. صحیح بفرمایید. گفت رفتیم در اسلامیک سنتر در لندن و کلمه خواندن. این دختر ما سند امضا کردن، بالاخره در اسلامیک سنتر هر دوشان ازدواج کردن. گفت ازدواج کردیم. بعد از ختم ازدواج این دختر برازی گفته که خیمه و شما مای اصل خوده می در وطن شما در افغانستان تیر میکنیم. من بر مادر تا ببینم، پدر تا ببینم، فامیل تا ببینم، خوشحالم میشم. صاحب اردوی عزیزم میگه خیستن این دختر صاحب از لندن آمد، حجاب کردگی، پوزش بسته، تنها چشمایش معلوم میشه. اول که میگه در خانه رسید سجده کرد، خسرو خدا دید که لیش صفحه دادم آجی صاحب شیشته و خوشوی خدا دید که بی آجی شیشته، چادر بسیار کلان و هم روی زیر بوسه کرده و هم از اینی خواهرم است، اینی خواهرای است، اینی مادرم است، پدرم است. میگه این قرارم اینجا بود و دیگه که روزانه هر طرف میرن. این دختره که انگلیسی میگه که از این بی آجی خوشوی خود گفت میشینه و قرآن شریف میگیره و خوانده میره و پرسان میکنه و چی میکنه. گفت قرارم اونجا شیشته مطالعه میکنه. گفت تا چند وقت مشکل نبود، 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته. گفت 4 هفته بعد که گفت در فامیل ما عروسی شد. عروسی هم در کجا هست؟ در هتل است. گفت دختر در روز عروسی چی گفت؟ گفت عروسی هست، اما حجاب خود پوشید که شوهر خود رفت در هتل دیگه. البته مسلمان ها هستن. گفت که صاحب در هتل میره یا عصری هستن که این آجی صاحب تا میشه کتریش 1 متره بی آجی تا میشه. صاحب بی آجی رفته صاحب در آرایشگاه صاحب سر شکل داده. هر دختر از این صاحب قولا را لچ کردن. این که در هتل سیل میکنه که کل از اینا چی است؟ نمازی دیگر هیچ کس نماز نمیخونه. نماز شام هیچ، نه زن نه مرد نماز نمیخونه. ساز شروع میشه، این سازندار سیل میکنه. میگه هر کدام از یا که میگی بر شوهر خود میگه دیگه، شوهرش میگم طرقایش سر کرده. Are they Muslim? Muslims? شوهر خود میگه مسلمان هستن. Yes. Muslims? دخترایی که تیزی مردم میرقصن، پیش روی گارسونا میرقصن، مسلمان هستن؟ شوهرش میگه شام آزان داد، کس نماز نمیخونه. شوهر خود میگه کجا نماز بخونم؟ دو کنجکی ای زنا
مسلمان هستن، این مردا مسلمان هستن. خب میگه صاحب از عروسی که آمد آلی دختر میگه شوهر خودم ها کم گرفته که تو مرا بازی دادی، تو مرا فریب دادی، تو مرا دروغ گفتی. اونمو بیغیرتی هایی که در لندن هست، شما ده چند از او بیغیرت هستین؟ اونمو گناه و بد اخلاقی که اونجا از شما ده چند از او هستین؟ چرا شما که مسلمان نبودین مرا بازی دادین؟ من مادرم ترک کردم، پدرم ترک کردم، فامیلم ترک کردم، آمدم امرای شما که من در یک جامعه اسلامی زندگی بکنم. کجای شما مسلمان است؟ این لباستان، این بیغیرتیتان، این اختلاطتان، این رقاصگریتان، این رقصاندن دخترها و خواهرایتان در مقابل چشم مردم، این کجایش اسلام است؟ کو که حجاب. تو خب برای من گفتی که حجاب است، ستر است، حیا هست، شرم است. این کدامش ما مسئله بی عایشه و بی فاطمه است که تو برای ما دروغ گفتی که این است؟ دروغ است، شما کلتان دروغ است و این دین شما دین درست نیست و مرا شما بازی دادین. عاجل پاسپورت مرا، کار مرا جور کو و مرا پس ببر به وطنم. ما اشتباه کردیم. در لندن مسلمان شد، در افغانستان آمد پس کافر میشه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. از این خاطر است بسیار خطرناک است که یک کسی به خاطر مرا گفت، ما گفتم حالا دختر گلم برای این سوال جواب ندارم، برای این سوال ما جواب ندارم. راه حل از کجاست؟ پدر تا بگوید توبه کنه، آجی صاحب کلانه، بیبی آجی را بگوید توبه بکنه، صحیح نه؟ خواهرای تا بگوید توبه بکنه، پس خدا اصلاح کنن، توبه کنن تا کجا؟ در غیر از او در روز قیامت اینمی دست ازی در یخن شما هست و شما هستین که این از اسلام چی کردین؟ متنفر ساختین. یعنی اخلاق زشت اکثرا مردمی که متنفر میشن از چی متنفر میشن؟ از اخلاق زشت این مسلمان دیندار. ما سنت نماز قبول داریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و در خانه قبول نداریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و در لباس قبول نداریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و در ناموس خود قبول نداریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و در عروسی خود قبول نداریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و در جنازه خود قبول نداریم. علی قسم خود مسلمانی نمیشه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شما پیروی از گام های شیطان نکنین. پیروی از گام های شیطان چی است؟ که تو نصف دین قبول میکنی، افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. یهود مشکلش چی بود؟ بر از اونا گفته شد یهود چرا مورد لعنت الله قرار گرفتن؟ به بعض کتاب ایمان داشتن، به بعض دیگه کتاب ایمان نداشتن. فما جزاء من يفعل ذلك منكم. جزای کسایی که کار از شما میکنن چیست؟ الا خزي في الحیاة الدنیا. در دنیا اینقدر ذلیل میشی که تا کافر سر تو خنده میکنه. و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب. و در روز قیامت به سخت‌ترین عذاب گرفتار میشه. و ما الله بغافل عما تعملون. الله بیخبر نیست از آنچه که شما عمل میکنید. پس ما مثلا افتؤمنون ببعض الکتاب چی است؟ والا سما اینی احادیث رسول الله صلی الله علیه و اینی بخش قبول دارم. اگر رسول الله صلی الله علیه و گفته که ریش اینقدر ماندنش سنت است، امور رسول الله صلی الله علیه و گفته که اونمو رسول که اینمی قدر یک قبض ریش مانده، اونمو رسول باز در خانه خود جارو کرده، اونمو رسول باز کالای خودش دوخته، اونمو رسول کسی بوده که گوسفند خودش شیرش خودش میدوخت، اونمو رسول سنتش است که در خانه خود مثل یکی اعضای خانواده کار کرده. این مجموع سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم